میگویند که دو گروه از مردم اگر اصلاح شدند امت اسلامی اصلاح می شود، اگر فاسد شدند امت اسلامی فاسد می شود. حاکمان و علما. حاکم اگر فاسد شد ملت فاسد می شود. عالم اگر فاسد شد ملت فاسد می شود. حاکم و عالم اگر اصلاح شوند جامعه و امت و ملت اصلاح می شوند. این حقیقتی است که ما دیدیم در مثلا شما تصور کنید کشوری مثل مالیزی که در فقر و بدبختی زندگی می کرد، یک حاکم مسلمان و دلسوز و صادق و امین میاد در ظرف 10-15 سال تبدیلش میکنه به کشوری قطار ژاپن، به یکی از اقتصادهای برتر دنیا، به اقتصاد درجه 1 آسیا. کشوری مثل کشورهای آفریقا، مثل این افغانستان و مثل تاجیکستان و مثل یک حاکم میاد. سنگاپوری که ملتش در زیر خط فقر زندگی میکنن، امروز به سطح از اروپا هم بالاترن. چرا؟ یک حاکم دلسوز، یک حاکم صادق و امین. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح در بخاری میفرمایند که اگر کسی که حاکم مسلمان ها قرار میگیرد و برای اصلاح و صلاح مسلمانان سعی و تلاش نمی کند، لم يدخل معهم الجنه، با مسلمانان وارد جنت نمی شود. حاکمی که اصلاح نمی آورد در بین مسلمان ها، برای فلاح و رستگاری آنها، برای پیشرفت ترقی آنها کوشش و تلاش نمی کند، با مسلمانان وارد جنت نمی شود. در حدیث دیگری در بخاری رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که بنده ای رو که الله سبحانه و تعالی او را حاکم مسلمانان قرار می‌دهد و روزی که بمیرد در حالی که هو غاش لرعیته، فریب داده باشد رعیت خود را، ملت خود را فریب داده باشد، حرم الله علیه الجنه، الله سبحانه و تعالی جنت را بر او حرام می کند. چه بسیارند امروز حاکمان فریبکار مسلمان که ملت‌های خود را فریب می دهند. در حدیث ترمذی رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که اگر کسی از حاکمان مسلمان که امور مسلمانان را به عهده گرفته است، حاکم مسلمان ها شده است، احتیاجات مسلمان ها را برآورده نمی کند، جلوی فقر و بدبختی مسلمان ها را نمی گیرد، الله سبحانه و تعالی در روز آخرت احتیاجات او را برآورده نخواهد کرد و او را گرفتار غضب و عذاب الهی خواهد نمود. فکر میکنید که کسی حاکم مسلمان ها می شود، ولی امر مسلمان ها می شود، باور کنید که به خاطر ذره ذره درد و رنجی که ملت می کشد، الله سبحانه و تعالی او را بازخواست می کند. در حدیث دیگری که باز در بخاری و همچنین در طبرانی روایت شده است، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که اگر الله متعال حاکمی را بر مسلمان ها حاکم می کند و او نصیحت مسلمان ها را نمی شنود و مسلمانان را اصلاح نمی کند، لم یجد رائحة الجنه، بوی جنت هم به مشام او نمی رسد.
و اضافه ای که در روایت طبرانی است این است که اگر امیری از مسلمان ها، یعنی حاکمی از مسلمان ها که برای مسلمان ها سعی و تلاش نمی کند برای صلاح و فلاح و رستگاری و پیشرفتشان، الا لم يدخل معهم الجنه، با اونها وارد جنت نخواهد شد. آیا وعیدی از این سخت‌تر هست برای حاکمان مسلمان؟ در حدیث دیگری که باز در بخاری روایت می شود، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که اگر من استعمل رجلا من عصابة و فی تلك العصابة من هو ارضى لله منه فقد خان الله و خان رسوله و خان المؤمنین. حاکمی که در بین گروه و جماعت مسلمانان شخصی رو به عنوان والی، به عنوان وزیر، به عنوان رئیس، به عنوان یک مسئولی در جای تعیین می کند، در حالی که در بین ملت بهتر از او کسی وجود دارد، این حاکم به الله و به رسول و به مؤمنین خیانت کرده است. امروز دیروز میگفتم باید شایسته سالاری باشد، حزب سالاری رو دیدیم، قوم سالاری رو دیدیم، نژاد سالاری رو دیدیم، الان هم داریم متاسفانه اندیوال سالاری رو میبینیم. اندیوالش هست، رفیقش هست، دوستش هست، بیا تو برو رئیس شو، تو برو معاون شو. رفیقش بوده در زندان، طرف رو برده رئیس تعیین کرده در یک بخش مهم دولت. این کار خیانت است به الله، خیانت به رسول الله و خیانت به مؤمنین. یعنی 3 خیانت مرتکب شده و کسی که به الله و رسول خیانت بکنه جایگاهش کجا هست؟ امروز چه بسیارن در کشورهای اسلامی کسانی که بر اساس ارتباطات و پارتی بازی و رشوت و آشنایی و قوم و خویشی و رفاقت اینها به مناصب دولتی میرسند، در حالی که فرزندان رعیت بهتر از آنها، فهمیده تر از آنها، با علم تر از آنها وجود دارند، اما چون دستشان به جایی نمیرسد بیکار در گوشه خانه نشستند. در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که کسی که حاکم مسلمانان می‌گردد و کسی را به خاطر دوستی و رفاقت، به خاطر اندیوالی به منصبی در حکومت می‌گمارد، رئیسش می‌سازد، والی می‌سازد، مدیر می‌سازد، محرر و مأمور می‌سازد، هر وظیفه‌ای که بر اساس محبت و دوستی و رفاقت شخصی، فعلیه لعنت الله، لعنت الله بر او هست. من نمیگم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا یقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتی یدخله جهنم. از او هیچ به اصطلاح واسطه و هیچ چیزی رو از او قبول نمیکنه، هیچ شفاعتی قبول نمیشه در حق او تا این که با کله وارد جهنم شود. حاکم مسلمانی که بر اساس رفاقت و دوستی و اندیوالی کسی را به وظیفه به او می سپارد و فرزند شایسته امت اسلامی یا ملت باید در به در و خاک به سر در وطن یا خارج از وطن بگردد. یک نفری که شایستگی را ندارد، تو بر اساس رفاقت و دوستی او را در وظیفه ای میگماری. الله از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان میکند که فعلیه لعنت الله، لعنت الله بر این گونه حاکم و بر این گونه مسئول خواهد بود. هیچ گونه شفاعت و واسطه ای در حق او قبول نمی شود تا اینکه الله او را با کله وارد جهنم بکند. پس این قضیه خیلی مهمی است که حکام مسلمان ها امروز به جای اینکه در پی حل مشکلات امت اسلامی باشند، به جای اینکه در پی اقامه عدل و مساوات و برابری در بین
امت اسلامی باشند در فکر کرسی و منصب و قوم و خیش و جمع کردن درهم و دینار دنیا هستند. حدیث معروفی است که ابوذر وقتی که آمد گفت یا رسول الله، ابوذر بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوستش داشتن. حتی در موردش میفرمایند که خدا رحمت بکند کسی که به تنهایی ایمان آورد، به تنهایی زندگی می کند، به تنهایی می میرد و به تنهایی برانگیخته می شود. همین ابوذر متقی پرهیزگار خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم می آید که یا رسول الله، من یک مسئولیت بده، میخوام خدمت بکنم. فرمودن یا ابوذر انک ضعیف یا انک امرؤ ضعیف، تو ضعیف هستی و انها امانه، و این امانت است، و انها یوم القیامت خزی و ندامه، و روز قیامت پشیمانی و ندامت است، رسوایی است. الا من اخذها بحقها و عد الذي علیه فیها، الا کسی که حق این حکومت و امارت را ادا بکند و حق را به اقدارش برساند، امانت را به صاحب امانت برساند، عدل و مساوات در جامعه برقرار بکند. در کجاست امروز این عدل و مساواتی که جامعه اسلامی، حتی جامعه بشری نیاز به آن دارد؟ الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، الله متعال شما را امر می‌کند که امانت را به اهلش بسپارید. اندیوال سالاری و قوم سالاری و خیش سالاری و زبان سالاری و نژاد سالاری نباشد، شایسته سالاری باشد. امانت را به حقدارش برسانید. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، وقتی حکومت میکنید با عدل حکومت بکنید. میدونید 7 گروهی که در روز قیامت که هیچ سایه‌ای جز سایه عرش الله سبحانه و تعالی نیست، 7 گروه هستن که در زیر سایه عرش الهی قرار میگیرند. 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. کی هستیم 7 نفر؟ 2 کسی که به خاطر الله همدیگر را دوست داشته باشند، کسی که قلبش معلق به مسجد باشد، مسجد رو، جوانی که مسجد رو دوست داشته باشد، و حاکم مسلمان، حاکم عادل، امین. درست است که اون وعیدهای سختم بود، اما اگر حاکمی عادل باشد، جز 7 گروهی است که در زیر سایه عرش الله سبحانه و تعالی قرار می گیرد. و همچنین در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند اهل الجنة 3 گروه اهل جنت هستند: ذو سلطان مقسط، متصدق، موفق. کسی که پادشاهی باشد، عادل، خیرش به مردم برسد، توفیق الهی همراه او باشد. وقتی پادشاه عادل باشد، امین باشد، مؤمن باشد، توفیق الهی با او خواهد بود. اینها همه صفاتی است که در حاکم مسلمان باید وجود داشته باشد. حاکم، قاضی، عالم، در روایت میگن که قاضی ها 3 نوع هستند: قاضیان فی النار و قاض فی الجنه. 2 قاضی در دوزخ و 1 قاضی در بهشت. چطور؟ رجل قضى بغیر الحق فعلم ذلك فذلك فی النار. کسی که به غیر حق حکم میکند جهنمی است. و قاض لا يعلم فاهلك حقوق الناس فهو فی النار. حاکم و قاضی که نمیداند، حکم میکند، حق مردم را ضایع میکند، جهنمی است. و قاض قضى بالحق فذلك فی الجنه. و قاضی و حاکمی که با حق حکم بکند
او در جنت است.